این مرد 70 ساله که با کویر دست و پنجه نرم میکنه. بی‌آبی، گرمای سوزان و بیمهری برخی از مسئولین رو هم پشت سر گذاشته و اکنون بزرگترین باغ زیتون خاورمیانه در شهرستان خشک زرین‌دشت رو احداث کرده تا چشم کار میکنه زیتون. وسعت این باغ 700 هکتار هست. میشه بپرسم سوادتون چیه؟ من اقتصاد کشاورزی، دکترای اقتصاد کشاورزی هستم. صف طولانی ماشین‌های حمل کارگران در یک روز کاری. دکتر علیرضای بهالو نرخ بیکاری یک شهرستان رو کاهش داده. از 5 شهر پیر، درشور، دبیران، خسرو، ممبر زیتون میشینه. اینجا باغ بزرگیه، کسب درآمد برای ما هست، میم کار میکنیم. اینجا خوشسالی شده، هیچ درآمدی نیست. جزی باغ ده هیچ درآمدی نیست. روزانه حدود 1000 نفر در این باغ کار میکنند. جلوه های بی‌بدیل از ایجاد اشتغال. اگه باغ نبود چه اتفاقی میفته؟ باغ نبود کارگرها بلو بیدن، خیلی مردم نمیتونستن اون سر سفره بچه‌هاشون ببرن. این باغ 22 سال پیش تأسیس شد، اما تایید و ترویج نهال نامرغوب و غیر مثمر از سوی مسئولین وقت آقای بهالو را پس از 10 سال مجبور به تعویض کامل باغ کرد، کاری که در ابتدا غیر ممکن به نظر می رسید. ولی ما خسته نشدیم. ما اون درخت 10 ساله رو بریدیم، از یه پاجوش آمدیم روی این پیوند ارقام مناسب رو زدیم. چند تا درخت؟ 200,000 درخت. دانه هایی سرشار از روغن که میتونه ایران رو از وابستگی نجات بده. کشور ما حدود 90% وابسته است به واردات روغن خوراکی. سالانه 4 میلیارد دلار ارز در واقع صرف خرید روغن و وارد کردنش به کشور عزیز ما میشه. اما سیستم آبیاری نواری فرسوده بزرگترین باغ زیتون خاورمیانه رو در شرف نابودی کامل قرار داده. در حالی است که طبق قانون 85% هزینه آبیاری نوین توسط دولت پرداخت میشه، اما پیگیری چند ساله آقای بهالو ره به جایی نبرده. انتظار ما اینه که اولا این سیستم آبیاری باغ رو اینها آنچه را که حق این باغ، آنچه قانون مملکت هست، بگذارن که این در درجه اول این سیستم آبیاری این باغ انجام بشه. در حال حاضر سالانه 1500 تن زیتون مرغوب از این باغ تولید میشه. در صورت تعویض سیستم آبیاری ظرف 4 سال این مقدار به 10,000 تن خواهد رسید. باغی که برای مردم شغل، برای محیط زیست هوای تازه و برای ایران سرسبزی و خرمی را به ارمغان آورده است. محمد حقپرست، خبرگزاری صدا و سیما، زرین‌دشت.